حدود 10 روز پس از انفجارهای خونین برخی از دانش آموزان هم کلاسی‌های خود را می‌بینند و برای لحظاتی هم دیگر را در آغوش می‌گیرند. تا کی دیگه خسته شدید. مدرسه سید الشهدای غرب کابل هنوز بازگشایی نشده است، اما تعدادی از خانواده‌های شهدا و مجروحان در یک نشست خبری ضمن تاکید بر شناسایی عاملین انفجارهای تروریستی این مدرسه میگویند این فاجعه تروریستی باید به عنوان مصداق نسل کشی شناخته شود. این حمله تروریستی بر مدرسه عالی سید الشهدا علیه السلام باید از سوی حکومت نهادهای بین‌المللی به عنوان مصداق نسل کشی به رسمیت شناخته شود. انفجارهای تروریستی مدرسه سید الشهدا نخستین حمله به مراکز آموزشی در غرب شهر کابل نبود. عاملین قتل عام دانش آموزان مدرسه سید الشهدا هنوز مشخص نیست. این دست بیگانگان است، این دست امریکاست، داعش است. این از خدا اینها را نعلت کنه که بچهای ما را در خاک خون میکشه. انشالله از خدا خواهان هستم که تا قطره خون بچه ها را در مکتب میفرستیم. باید دنبال علم و دانش و فرهنگ و این چیزا باید استادگیری میکنم. تشکر میکنم از اسلامی ایران که با ما همدردی کرد، با ما غم شریکی کرد. جا داره از اینجا تشکر بکنم به نمایندگی از مردم افغانستان، از تمام ملت آزاده و سرفراز جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقام معظم رهبری که در راستای این حادثه پیام همدردی صادر کردن و واقعا از ملت افغانستان دلجویی کردن. در این نشست خبری تعداد شهدای انفجارهای تروریستی مدرسه سید الشهدا را 90 نفر و تعداد زخمی ها را 240 نفر اعلام کردند. میخواهیم از دولت خواهش داشته باشیم که با ما نه میز بده نه چوکی بده، فقط امنیت کتاب ما رو بیاد ما درس بخونیم تا آینده یک چیز خوبتر شه. گفته می شود هنوز از سرنوشت یکی از دانش آموزان دختر مدرسه سید الشهدا در این انفجارها خبری نیست. مدرسه سید الشهدا در یکی از محرومترین نقاط شهر کابل قرار دارد. در این مدرسه قبل از انفجارهای تروریستی 16,000 دانش آموز مشغول به تحصیل بودند و این مدرسه با کمبود نزدیک به 200 معلم مواجه بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.